تو 2 سال پیش شاخه‌های درخت زردآلوی اشت از پرباری خم میگشت. در این موسم روی زمین باغ‌ها زردآلوزار میشد. ولی حالا منظره تماما دیگر را میبینیم. باغداران میگویند 2 سال است که از حاصل زردآلو فایده نمیبینند. یک تا فقیرانه حاضر یک تا همین نیبیره ها و از یک درخت چیندیم. انا شدگی حاصل همینه. امسال هیچ نیست. زردآلوزار 95% زمین‌های کشاورزی ناحیه اشت را تشکیل می‌کند. مسئولان این نهاد میگویند امسال مساحت عمومی آن به 17,000 گکتار رسانیده شد. باشندگان این ناحیه دوردست تاجیکستان درآمد عمده خود را از زردآلو می‌گیرند. در این موسم حتی مهاجران کاری به وطن برمیگشتند، ولی 2 سال است که به سبب کمی حاصل شمار زیادی ساکنان به روسیه می‌روند. در ناحیه حاضر 4 عدد ما تا 40-50 عدد ماشین‌های کلان حجم گرفته صادرات می‌کردیم. 4 عدد موجود است. تا حال ما به اندازه 19 از 1 تن زندان‌های پیش‌پزکی ناحیه این ارزنکی کلان صادرات کردیم. خود دیگر حاصل‌های موجوده هر یک دونه وانکره برای صادرات تیار کردیم. اساساً ما صادرات به دولت روسیه می‌کنیم. این وضع در چندین ناحیه دیگر سوخت نیز مشاهده می‌شود. با اطلاع ریاست کشاورزی در ولایت سوخت از 45,000 گکتار زمین زردآلوزار امید دارند حداقل 10% حاصل بگیرند. سال گذشته استحصال زردآلو نسبت به سالهای قبلی 5 برابر کم شده بود. تاجران هم میگویند نرخ زردآلو در بازار به مراتب بالا رفته است. کشاورزان ضرر دیده در جستجوی راه‌های برون رفت از این حالت هستند. حاصل نشد، اکنون حادثه طبیعت چی گفته نمیشد. زمین با کار کردیم، جوری کوریدیم، مکه کوریدیم، بیده ها هستند، همین چاروا و الله خوشحال. همه ساله باغداران سوخت بیش از 80,000 تن میوه زردآلو جمع آوری میکردند و تنها از صادرات خشک میوه حدود 8 میلیون دلار به دست می آمد. امسال به احتمال پیشکی کشاورزان تا 10,000 تن کمتر میوه میگیرند که در پی دهقانان میلیون ها سامانه زیان میبینند، ولی جبران ضرر را از حاصل سال آینده انتظار هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.